همه ما توی زندگی یه سری لحظات غیر قابل باور داشتیم که دوست داشتیم یه دوربین همراهمون بود تا بتونیم ازشون فیلم بگیریم. ولی خب از اونجایی که غیر ممکنه خیلی از لحظه‌های شیرین که توی زندگی آرزومون بوده فیلمش رو بگیریم دوباره اتفاق بیفته نیافتاده و از دستمون در. اما یه سری افراد هستن که واقعا خوششانسن و توی اون لحظه‌های غیر ممکن تونستن فیلم خودشون رو به ثبت برسونن و یه جوری غیر ممکن رو ممکن کردن. برای دیدنشون آماده‌این؟ پس بیاین شروع کنیم. این بیشتر شبیه یه دستاورد بزرگه که به سختی میشه همچین تصویری رو ثبت کنه. این آقا رو می‌بینید که از رو اسکیت بوردش میفته، اما یه لحظه صبر کن. افتادن این آقا اونقدر زمان بندی شده بود که تخته شروع میکنه به غلطیدن زیر پای نه تنها یه نفر که دو نفر. تخته دقیقاً از بین پای دو نفر رد میشه و کاش میشه توی همه لحظات زندگیمون بتونیم یه همچین تصاویری رو ثبت کنیم. بعضی وقتا حتی نیازی نیست که تلاشی بکنید و کاری که دارید میکنید به طرز شگفت انگیز به یه چیز عالی تبدیل میشه. مثل این آقایی که داره میبینید. شاید فکر کنین این یه روش جدید برای ضربه زدن به توپ بیسبال پیدا کرده، اما این حالتی نیست، بلکه چیزی که دارین میبینید از این جریان فراتره. معمولا ضربه زدن به توپ اونقدر هیجان انگیز نیست، اما نظر این چوب بیسبال یه چیز دیگه رو داره ثابت میکنه. همونجور که میبینید به طرز شگفت انگیزی چوب بیسبال دقیقاً با سر میاد روی زمین و برای خودش یه سری شگفتی خلق میکنه. اما چالش بطری آبو که یادتونه کلی از بازیگرا و سلبریتی‌ها رو مشغول کرده بود. این پسر جدیداً یه چالشی زده که محال میدونم کسی بتونه این چالش رو دوباره انجام بده. این آقا پسری که داری میبینی داره یه دونه مداد رو به طور تصادفی پرت میکنه و مداد با سر وای میسه روی میز. این دیگه واقعاً نمیشه هیچ توضیحی براش آورد. کلاً علم فیزیکو دور زده از اون طرفش در اومده. چون مداد نه داخلش آبی هست که به طرف پایین فرود بیاد و کلاً یه چیز عجیب غریبیه. حتی وقتی قیافه این آقا پسر رو نگاه میکنی اول با خودش فکر میکنه که عقلش رو از دست داده، ولی خیلی خوشبخت بوده که تونسته از این لحظه فیلم بگیره، چون فکر نمیکنم دوباره این اتفاق بیفته. به هر حال این آقا پسر خوششانس تونسته این کارو بکنه و از اونجا که فیلمش هم گرفته به نظر من لایق یه دونه جایزه خوشگل مشکله. آقا این گزینه سوم دیگه از ادراک هر شخص خارجه. اگه با چشمای خودتون این تصاویر رو نمیدیدید محال بود که باورتون بشه که انسان میتونه این کارو انجام بده. اسم این خانم کمبل هستش. بعید میدونم آدمی رو پیدا کنید که بتونه همچین انعطافی داشته باشه، چون این میله ها فقط 45 سانتی متر از زمین ارتفاع دارن و این حرکتی که این خانم زده رو حتی تو گینس هم هنوز کسی نتونسته ثبتش کنه. اما این خانم داره نهایت تلاشش رو میکنه که اسم خودش رو تو کتاب گینس ثبت کنه. تقریبا هممون فیلم مرد عنکبوتی رو وقتی که دیدیم یه بار آرزومون این بود یه عنکبوت ما رو نیش بزنه و یه سری قدرت‌های عجیب و غریب مثل مرد عنکبوتی داشته باشیم. میدونم که اولش یه سری آرزوهای بچگونه حساب میشه، اما افرادی توی دنیا هستن که با آموزش دیدن تونستن به این سطح از مهارت برسن. به طور مثال این کلیپ رو ببینید. این یه ماشینی که داره توپا رو با سرعت 100 کیلومتر در ساعت پرتاب میکنه و شمشیرزن باید وقتی که این توپ میاد سمتش اینو با شمشیر بزنه. و برای اینکه کار این شمشیرزن سامورایی سخت‌تر بشه فاصله شمشیرزن با توپا رو نزدیک‌تر کردن. قطعاً نصف کردن توپ برای هر کدوم از ما تو حالت عادی هم غیر ممکنه. یه سری رکوردها هر سال توی گینس داره ثبت میشه، اما یه سری دیگه میان این رکوردها رو میزنن که با خودت میگی دیگه محال ممکنه که دست اینا کسی بلند بشه، اما سال بعدش افراد میان که رکورد اونم میزنن. نگاه به این شیرینکاری باور نکردنی دیوید وایز بندازین. اون رکورد بالاترین ارتفاع اسکی آزاد رو شکسته. برای ماها که هیچ آموزشی از اسکی ندیدیم یا حداقل من ندیدم این کار تقریبا غیر ممکنه. رکورد قبلی که شکسته مال خودش بوده با ارتفاع 36 متری از زمین، اما بعد از کلی تمرین با ارتفاع دیوانه کننده 46.5 فوتی از زمین که به ارتفاع ما تقریبا میشه خیلی زیاد، چون تحریم هم هستیم ولی زده اونم شکسته. خیلی از اسکیوازا دارن سعی میکنن که رکوردمون رو بزنن، اما دیوید به طرز وحشتناکی داره تمرین میکنه و میخواد رکوردهای قبلی خودش رو بزنه. بهترین جایی که میتونه هیجان رو پیدا کنی شهر بازی جوری طراحی شده که شما هر چقدر نیاز داشته باشی بتونی آدرنالین دریافت کنی، در کل حالش رو ببری بدون اینکه ریسک خیلی زیادی برات داشته باشه و یه خطر جونی برات داشته باشه. تو این تصویری که داریم می‌بینید این آقا اسمش درک هستش. درک تصمیم میگیره که ترن هوایی رو یه جوری برعکس سوار بشه و یه کار عجیب غریبی بکنه. به جای اینکه بشینه روی ترن و حالش رو ببره تصمیم گرفته که با اسکیت از بالای ترن بیاد تا پایین. واقعا چقدر مغز میتونه عاشق آدرنالین باشه یا دیوونه باشه که بتونه این کار انجام بده و بخواد با اسکیت از بالای ترن هوایی بیاد. و این کاری که داره این بشر میکنه میتونه به شدت خطرناک و کشنده باشه، اما خدا رو شکر شانس آورد و همه رو شگفت زده کرد و میخواست اسم خودش رو توی ترن ثبت کنه که موفق هم شد. این کار باعث شد خیلی از اسکیت بازای دیگه هم وسوسه بشن که این کارو بکنه. در کل اسکیت بورد یه ورزش خیلی سخته. حالا جدای این که خود اسکی و اسکیت بورد کلا کار سختیه، ورزش سختیه، درک یه کاری کرده که این جریان از اینم سخت‌تر بشه و یه جوری بقیه ورزشکارا رو تحریک کرده که این کار رو انجام بدن. خیلی‌ها هستن حتی نمیتونن رو اسکیت درست وایسن. ولی این تصویری که داریم می‌بینیم مال یه آقاییه که داره سعی می‌کنه از بالای دو نفر بپره و دوباره روی اسکیت بوردش پایین بیاد و در آخر هم موفق میشه که همچین کار پرخطر و پرهیجانی رو انجام بده.
حالا که بحث صحبت و هیجان و خطر اینجور داستانا شد، بذارید از این آقا بگم که میخواد از یه ارتفاع به طول تقریبا 5 طبقه است بپره پایین. این کار تو بهترین شرایط هم کار خیلی سخت و خطرناکی، حتی اگه ورزشکار فوق‌العاده قهاری باشه، چون فقط یه اشتباه کوچیک احتمال داره که باعث بشه فردا اون روز رو نبینه. این حرکتی که میخواد بزنه اونقدر خطرناکه که اگه حتی یه چرخش اشتباه توی هوا داشته باشه میتونه مسیرش رو کلا منحرف کنه و اینو به ملکوت بفرسته. اما از اونجایی که این آقا دیوانه‌تر از این حرفاست که هیچ به عقب برمیگرده و کلا مسیر رو در عقب میاد تا پایین. قبلا اگه به هر کدوم از ورزشکاری تو این رشته میگفتی همچین کاری ممکنه هست یا نه، میگفتن عقل تو از دست میدی. اما آقای سام کارلسون تونست این کارو انجام بده. اگه دقت کرده باشین آدما برای پرواز طراحی نشدن، ولی گویا بعضی از این دوستان این جریان رو هنوز درک نکردن. کلا هر ورزشی که توی آسمون برای ما به شدت میتونه خطرناک باشه. حتی کوچکترین اشتباه یا باز نشدن چتر و اینجور داستانا میتونه آدم رو به اون دنیا هدایت کنه. به خاطر همینه که اکثر مردم سعی میکنن که از این ورزش فاصله بگیرن. و اما بازم این آقایی که توی تصویر دارید میبینید رو میبینیم که آموزش‌های خیلی خوبی دیده و اونقدر روی این کار مسلطه که میتونه چتر نجات دقیقاً به آرومی و به ملایمت روی نیمکت فرود بیاره.